امروز همونطور که فرمودین میخواهیم در مورد یکی از مهمترین و شاید بنیادی ترین آثار حضرت بهاءالله که معروف به وصیت‌نامه هست اه، مرور کنیم، لوح رو مطالعه کنیم، اهم موازیش رو در نظر بگیریم. اه، این لوح علت این که مهم است برای آن است که امر مبارک رو، یعنی امر و شریعت بهاءالله رو، از طوفان‌های که ضروری نبود حفظ کرد. یعنی این لوح اگرچه شما فقط یه 3 برگه ورق میبینید، ولی این همان سندی است که اگر نبود اوضاع و احوال آشوب بعد از آشوب رو در دیانت بهایی ایجاد میکرد. اجازه بفرمایید توضیح بدم. میدانید همیشه بعد از مظهر ظهور یا پیامبر همیشه مسئله خلافت مطرح بوده. چه کسی جانشینه؟ حضرت رسول اکرم، حضرت محمد، میدانید که به صورت شفاهی حضرت علی رو به عنوان جانشین خودشون انتخاب کردند در اون واقعه معروف غدیر خم. و جالبم هست که کسانی که بعداً سبب اختلاف شدن هم در اون واقعه حاضر بودن و به علی تبریک گفتن و باعث خوشنودی محمد شدن. ولی بعد از آن که حضرت رسول رحلت یا به اصطلاح بهایی صعود فرمودن، میدانید اختلاف ها زیاد شد تا جایی که ابوبکر، عمر، عثمان ادعا کردند که به خاطر سنشون، به خاطر اینکه دختر به رسول الله دادن و با او یک ارتباط صمیمی داشتن، بنابراین بایستی جانشینی رو هم اونها به عهده بگیرن. به همین دلیل است که شما میبینید دین همون لحظه صعود رسول الله به 2 شعبه سنی و شیعه آل علی تقسیم شد. این خیلی مهمه. علت اساسی این اختلافات آن است که سند کتبی وجود نداشت. یعنی در قرآنی که بیش از 6666 تا آیه داره، یه آیه به طور مستقیم نیومده بگه بعد از من علی جانشینه. بنابراین اختلاف ایجاد شد. حتی ما دیدیم که الان دیانت حضرت رسول مثل یک بحری بود که به شعبات زیادی، خلیج‌های زیادی تقسیم شد تا جایی که علی امیرالمومنین برای اینکه سبب اختلاف نشه قبول کرد پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان نماز بخونه و به اونها اقتدا کنه. بعد ما میایم میبینیم در یک دین عظیم و شأن دیگه مثل دیانت حضرت باب، در اونجا هم ما گرفتاری داریم. یعنی اینکه ما
یک وصیت نامه‌ای که عمیقاً و دقیقاً بگوید بعد از سید علی محمد باب شیرازی جانشین چه کسی هست رو ما نداشتیم و نداریم. البته من باید یه پرانتز باز کنم. بعضی از اسکالرها، علمای دینی، معتقد هستند که یک سندی وجود داره که در مجموعه 100 جلدی که از آثار محفوظات ایران هست، دارالآثار ایران، میگویند بله این بالاش نوشته وصیت‌نامه. بنده و خیلی از دوستانم در ریسرچ دیپارتمنت سعی کردیم این مسئله رو بررسی کنیم و ما متفقن به اون نتیجه گیری که شوقی افندی ولی امر در قرن بدی خودش بهش رسیده که حضرت باب هم ببخشید وصیت‌نامه‌ای از خودشون باقی نذاشتن رو ما تثبیت میکنیم. البته این بی‌حرمتی به علمای بهایی نیست، مخصوصا از طرف یک عبد حقیری مثل بنده. ولی آنچه که مهمه، همیشه نصوص معمول اهل بهاست و وقتی میگیم نصوص یعنی چیزی که بتونه تثبیت بشه. آثار حضرت نقطه اولی به طور کلی احتیاج به تفحص، تخصص و سالها ارزشیابی داره که ما بتونیم بگوییم آیا اصلا این اثر منسوب هست به سید علی محمد باب یا خیر. ولی یک چیزی که وجود داره آن است که حضرت نقطه اولی به خاطر آنکه هدف اساسیشون آن بود که یک مقدمه ای باشند برای ظهور من یسره الله، مدت زمان سلطنت روحانی ایشان کم بود، ولی این دوباره قضیه جانشینی رو از بین نبرد. بر اساس سندهایی که ما داریم، حضرت نقطه اولی با مشورت با حضرت بهاءالله میرزا حسین علی نوری متفقاً تصمیم گرفتن که یحیی ازل، یعنی برادر حضرت بهاءالله رو، برادر ناتنی حضرت بهاءالله رو به عنوان جانشین موقت قبول بکنن و تنها کسانی هم که از این قضیه اطلاع داشتن نقطه اولی، جمال اقدس ابها و یکی از پیروان عبدالکریم قزوینی بود. بنابراین این مسئله یحیی ازل یک بحث کلیدیه که ما او رو به عنوان جانشین موقت قبولش داشتیم مطابق آنچه که وجود داره. ما ابدا انکار نمی کنیم که یحیی ازل دارای احترام خاصی بوده از طرف نقطه اولی. نوشتجات زیادی هست، الواح زیادی هست که ایشان، یعنی نقطه اولی، خطاب میکنه به یحیی، یا لقب وحید داره و به ایشان لطف و کرم نشون میده. و این موضوع که چرا حضرت بهاءالله
این پیشنهاد رو به نقطه اولا کردن، چون پیشنهاد جانشینی موقت از طرف میرزا حسین علی نوری به علی محمد باب تقدیم میشه و حضرت نقطه اولا قبول میفرمایند. این اتفاقا به ما نشون میده که یه بحث عمیق و دقیقی هست، ارتباط نقطه اولا و حضرت بهاءالله. یک لوحی وجود داره از حضرت بهاءالله که در مائده آسمانی جلد 7 میتونه زیارت بشه، به اسم لوح سراج، و در اونجا و خیلی از الواح دیگه حضرت بهاءالله تأکید میفرمایند که بله، یحیی ازل به عنوان جانشین موقت ما انتخاب کردیم اون رو. این مسئله عمیقی است. البته شما میدانید که ازلی ها و خود یحیی ازل این قضیه رو نپذیرفت بعدن، و به همین دلیل بعد از شما نقطه اولا میبینید که دیانت نقطه بیان به شعبات مختلفه تقسیم شد. بعضی ها رفتن دنبال قدوس، قدوسیه، طاهریه، بعضی ها رفتن دنبال ازل، و این نشون میده که چقدر سند کتبی مهمه در مورد وصایت. تازه وقتی سند باشه اشکال پیدا میشه. حالا شما فکرشو بکنید سندی نباشه. این قضیه انقدر مهمه در آیین بهایی که اگر شما این رو در نظر نداشته باشید و متوجه نشید، نمیتونید کما هو حقه بتونید بفهمید میسان رمی رو چگونه جوابشو باید داد، میرزا محمد علی رو چجوری باید جوابشو داد. ببینید، من نمیخوام جنبه تخصصی بدم به این بحث، ولی از آنجایی که بعضی از دوستان که در اینجا تشریف دارن محققن، بعضی ها غیر بهایی هستند، و بنده به عنوان یک محقق این مسائل رو بررسی میکنم. من هیچ گونه ادعایی در هیچ زمینه‌ای نداشته و ندارم، چون هر چقدر شما در مورد این نوشتجات، آثار بیشتر تحقیق بکنید، میبینید همیشه جای تحقیق بیشتر وجود داره. حالا ما میرسیم به حضرت بهاءالله. شما میدانید حضرت بهاءالله 1817 میرزا حسین علی نوری متولد می شود، و اگر خوب دقت کنید در عباراتی که بنده استفاده می کنم، میرزا حسین علی نوری میگم، بهاءالله میگم، علی محمد میگم و نقطه اولا میگم. این اتفاقی نی، این مهمه. چرا مهمه؟ چون علی محمد باب، محمد پسر عبدالله، میرزا حسین علی نوری در حقیقت عرش ظهوره، آینه ظهوره. یعنی بهاءالله شمس حقیقتیه که در این آینه تجلی میکنه. این بهاءالله در هر زمانی به یک اسمی خودش رو ظاهر میکنه. در زمان محمد پسر عبدالله، بهاءالله شمس حقیقت میبینیم در محمد تجلی میکنه. در زمان نقطه اولا این شمس
این خورشید در آینه تجلی میکنه که تحت عنوان میرزا حسین علی است. این خیلی خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه میرزا حسین علی بنا به فرموده عبدالبها عباس در مفاوضات دارای سه مقامه: مقام جسمانی داره، مقام انسانی داره و مقام مظهریت داره. در ببخشید، من الان 3 هفته است گرفتار این نومونیا شدم، ولم هم نمیکنه. حتما میخواد ما رو ببره به عالم بالا، من از اونجا به صورت وای فای با فرزاد تماس بگیرم و این لوح رو تمومش کنم. ولی حالا تو اینجا هستم و اینا، یه مقدار منو تحمل کنید اگر یه مقدار ریزش بینی دارم. در هر صورت بهاءالله شمس حقیقته. حضرت عبدالبها در مفاوضات میفرمایند عاقلان عاشقان دنبال شمسن، جاهلان غافلان دنبال آینن. بعد مثال میارن: سراج، سراج محمدی، سراج موسوی، سراج عیسوی، سراج علی محمد، سراج میرزا حسین علی. دقت کنید، این خیلی مهمه برای یک بهایی که مدعی فهم و عرفان شمس حقیقته، جسم پیغمبر رو از نوری که درش ساطع است تفکیک کنه. اون نوره که ما میگیم بهاءالله، اون نوره که ما میگیم جمال مبارک، اون نوره که ما بهش میگیم جمال قدم. جمال قدم مربوط به یکی از اینا نی. در زمان محمد، همانطور که در احادیث زیادی میبینید، یکی از القاب محمد رسول الله در عالم حقیقت جمال قدمه. این بحث جمال قدم و شمس حقیقت از 3500 سال قبل از عیسی مسیح اولین بار به طور دقیق و صحیح توسط کرشنا در کتابی که منسوب به اوست به اسم گیتا روشن میشه. حالا پس وقتی ما میگیم سود یعنی چی؟ بایستی اینجا این جسم و حقیقت رو از هم تفکیک کنیم. از یک طرف ما معتقد هستیم مطابق بیان حضرت بهاءالله در لوح میلاد، این لوح میلاد رو به دقت شما زیارت بکنید، میفرمان عجب شب مبارکیه، عجب روز مبارکیه، چون خدایی که نه زاییده شده و نه میزاد حالا زایید. خب اینا مردم اینو میخوندن، میگفتن خدایا، خدا اگر نه زاییده شده نه میزاد، چطوری هم شب زاییده؟ این اشاره به آیه قرآن بود: الله لم یلد و لم یولد. ولی میفرماید خدایی که لم یلد و لم یولد بود، حالا امشب به عرصه ظهور اومد. ولی چون بهاءالله دقیقا میدونه که این خلق ضعیف الادراک تفاوتای بین آینه و این خورشید رو نمیدونن، بلا فاصله میفرمایند طوبی لمن تغمس فی بحر المعانی هذا الکلام. خوشا به اون کسی که میتونه غوطه بشه در بحر معانی که من دارم. خودش بعدا توضیح میدن، میگم بابا اونی که لم یلد و لم یولده همیشگیه، اون جمال قدمه، اون شمس حقیقته،
اون چیزی که در اول دوم محرم متولد میشه جسمه. این جسم مظهر تجلی اون جمال کبریاست. به جالبم هست سروران عزیزم و بینندگان پژوهشگران، جالبه که این پیامبر دلش دیگه نمیخواد مردم به جسمش توجه کنن. به همین دلیله که شما به ندرت شخصی رو پیدا میکنید که یک ذره در مورد آثار بهاءالله بدونه و بگه ما معتقدیم به حضرت میرزا حسین علی نوری. شما کمتر میبینید. اگر من بیام بگم قسم به میرزا حسین علی نوری، مهوش خانم من دروغ نمیگم به شما، این مهوش خانم چیزی به من نمیگه، ولی یواشکی به لادنه میگه، میگه این چی شد چرا به میرزا حسین علی داره قسم میخوره. و حقم دارن تعجب کنند، چون بهاءالله مهمه نه میرزا حسین علی. میرزا حسین علی میاد، میرزا حسین علی میره. این خیلی کلیدیه. چرا کلیدیه؟ برای اینکه علت اینکه مظاهر ظهور قبل رو ما بهشون چسبیدیم، اون نوره رو درشون ندیدیم، و بنابراین وقتی که اینها دوباره تجدید شدن دنبال همون قبلی ها میگشتیم. به همین دلیله که ما معتقدیم با ظهور بهاءالله ما در حقیقت همون محمد ابن عبدالله، عیسی، کرشنا، همه اینا رجعت کردن، چون یک شمس بیشتر نیست، یه خورشید بیشتر نیست. خورشید دیروز، خورشید امروز، خورشید فردا، جمیعا یه خورشیدن. به همین دلیل که ما به وحدانیت مظاهر ظهور معتقدیم. خب پس حالا که این بحث به اینجا کشید و شما الان دقیقا متوجه شدین، پس ما وقتی صحبت از صعود میکنیم صحبت از صعود جسمانی میکنیم. صحبت از این میکنیم که در عالم زمان و مکان، در یک بحره ای از تاریخ، در 1817 میلادی یک عرشی، صندلی، کرسی به عرصه ظهور اومد که بر او خدا شمس حقیقت جالس شد. ما میگیم که در 1892 میلادی این شخص جلیل یعنی میرزا حسین علی نوری در سن 77 سالگی به عالم بالا صعود کرد. خوب دقت کنید. این نشون میده از یک طرف ما به بهاءالله راجعیم، از طرف دیگه شما میدونید ما میریم عرض اقدس، ولی شما میدونید که میری عرض اقدس هدف اساسی چیه؟ هدف اساسی اینه که من وقتی میرم در خونه به نقطه اولا رو میزنم، از خودم سوال کنم این جوان، این عرش، این آینه مثل بقیه انسان ها حق نداشت که زندگی کنه؟ چرا انقدر زجر کشید؟ بعد میری سراغ جمال اقدس ها، بعد میری سراغ عبدالبها. چرا؟ که یاد بگیریم که حداقل در مقابل بلایها و محنی که متحمل شدن در راه بهاءالله این کارو کردن، ما هم در پیروی از اون ها قدم برداریم. و الا زیارت که بری و یه 9 روز اونجا باشی، اینها رو دیانت بهایی
و من مطمئنم دوستان باهایی دقیقا میدونن که زیارت باطنیه، زیارت فکریه، زیارت روحانیه. و همینه که میرزا حسین علی نوری دقیقا اینا رو مشخص میکنه. وقتی به حضورم میرسی دلار نشو، دستم و مبوس، از من تقاضای بخشش نکن. چرا؟ برای اینکه من فقط یه بنده ایم، من مخدومم، من خادمم. اینا رو خیلی دقیق باید تفکیک بکنیم. حالا خب، طبعا وقتی صعود واقع میشه افراد ناراحتن. چرا؟ چون در عالم جسمانی یک فردی که تمام عمرش رو در بلایا، اسارت، زجر و عتاب گذرانده و به خاطر آسایش اهل عالم همه چیز رو فدا کرده، به تبع ما ناراحت میشیم. این عادیه، یک امر روانشناسیه، زیاد به مذهب کاری نداره. حضرت بهاءالله در این ایام آخر که خود آگاه بودند به اینکه مدت زمان زیادی ندارن، این است که احبای زیادی رو به حضور خودشون میطلبیدن و اونها رو مطمئن میکردن. به این نکته توجه بفرمایید. اونها رو مطمئن میکردن که بعد از صعود ایشان هیچ چیزی از نظم خارج نخواهد شد. چطوری؟ به بعضی ها و به اکثریت میفرمودن که من یه سندی درست کردم و این سند رو دادم دست قسم الله الاعظم و شما فقط و فقط به سر الله الاعظم توجه کنید و اون سند رو باز کنید تا ببینید که این امر و شریعت و آیین من بعد از من هم ادامه پیدا میکنه و حقیقت من یعنی بها از عالم بالا برای همه چیز ناظره. خب، صعود واقع شد و بعد از 9 روز 9 روز بعد از صعود، روز بامداد، یک شخصی از بین احبا انتخاب شد به اسم آقا رضای قناد که ایشان این وصیت‌نامه یعنی کتاب عهد رو زیارت کنه در جلوی 9 تا شاهد بودن که بعد حرف توش در نیاد. و خوب دقت کن، من یک روان درمانگر و روانشناسم. انسان ها همیشه شکاکن اگر روی شک های خودشون کار نکنن. انسان ها همیشه میل به کانسپیرسی دارن اگر با واقعیت ها روبرو نشن. و به نظر بنده بهاءالله آگاهی کامل داره به این قضایا و بنابراین تمام این ضروریت ها رو به اجرا میذاره. بعد از 9 روز بنابراین جلوی 9 تا شاهد این وصیت‌نامه خونده میشه. شبش یکی از بچه های اخوی مؤمن به حضرت بهاءالله یعنی میرزا موسی کلیم، پسرش مجدالدین، مأمور میشه که در روضه مبارکه همه احبا که جمع میشن اونجا دوباره این رو بخونه تا اینکه
قضیه واضح بشه. خوب دقت بفرمایید. خب این لوح چیه واقعا؟ این لوح رو من نمیخوام شما رو بترسونم. شاید من 20 ساله دارم روی این لوح کار میکنم. حداقل بین 50 تا 75 تا لوح رو از خود بهاءالله بایستی مرور میکردم تا به اهداف این لوح پی ببرم که این لوح چی میخواد بگه. چون به ظاهر ساده است. یکی از سوء تفاهمایی که دوستان میکنن این است که بهاءالله خیلی ساده حرف میزنه ولی خیلی عمیق. اصطلاح ادبیش اینه که سهل و ممتنع است. ساده می نویسه برای اینکه میخواد همه بتونن بخونن، همه بتونن درک کنن، ولی ممتنع است، یعنی عرفان میخواد، بصیرت میخواد. حالا من هدفم آن است که این لوح رو تیکه تیکه بخونم و الان که نیم ساعت دیگه ادامه میدم، در عرض 2 3 جلسه این لوح رو تمامش میکنم. مفاهیم و اصولیش. اجازه بدین که اول بگم اگر مایلید اصل این لوح رو ندارید میتونید در الواح بعد از کتاب اقدس ببینید که ببخشید جمعآوری الواح من بعد کتاب اقدس در اوشن آف لایت یا دریای نور. ما این لوح رو اونجا گذاشتیم. این لوح یه خاصیت دیگه ای هم داره که من فراموش کردم به عرض شما برسونم. این لوح به خط خود حضرت بهاءالله است. اینم خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون اگه بخوای گرفتاری درست کنی نمیتونی ادعا کنی. میگی چیز از کجا بدونیم این لوح رو؟ زبانم لال زبانم لال. یه عده اینا ننوشتن، از کجا بدونیم عبدالبها ننوشته؟ از کجا بدونیم؟ اینه که این لوح به خط خود بهاءالله موجوده. خط بهاءالله رو میشه ورفای کرد. اه، طریقت نوشتن رو، طرحش رو، امضاش رو، مهرهاش رو. این است که به این سادگی شما نمیتونی بگی لوح منسوب به کسی دیگه است. ولی ببینید چجوری شروع میکنه. واقعا شما وقتی این لوح رو میخونی ببینی یه دوست داره با حرف میزنه. یک دوستی که مشروطه نی. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یکدیگر را دوست داشته و دارند. دوست معنوی شما را لاجل شما دوست داشته و دارد. مثل یه دوست با حرف میزنه، مثل یک روان درمانگر با حرف میزنه. فرقش هم با روان درمانگرهای دیگه اینه که تو را عزیز میدونه، تو رو شریف میدونه، تو رو مریض نمیبینه، میخواد شکوفایی تو رو ضمانت کنه. خیلی عمیقه. این است که یکی از القاب مظهر ظهور طبیبه، پزشک حاذقه و پزشکیه که هم در عالم جسم، هم در عالم فکر، هم در عالم روان میخواد به ما اعانت بده. اگر افق اعلا از زخرف دنیا خالی است، ولکن در خزائن توکل و تفویض از برای وراث میراث مرغوب لا الا له گذاشتیم، گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم.
ایم الله در ثروت خوف مستور و خطر مکنون. انظر اذکر ما انزله الرحمن فی الفرقان ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا ودده. یا میتونین بخونین همزتن، میتونین بخونین عدده. این ابتدای لوحه. افق اعلا. افق اعلا چیه؟ شریعتشه، حقیقتشه، هر طوری که میخوای شما فکر کن. از زخرف دنیا خالی است. دنیا چیه؟ دنیا یعنی اون چیزی که محسوسه، اون چیزی که به دست میاد، اون چیزی که فنا میشه. این پیامبر، این معلم، این پزشک میگه ما دنبال این امورات نیستیم. ما مال و منالی نداریم واسه کسی بذاریم و واقعا هم نداشتن. واقعا اینا ثروتی دیگه نداشتن، اگرچه همشون نقطه اولا علی محمد باب تاجر بود، میرزا حسین علی نوری وزیرزاده بود، ولی اینا واسهش مهم نبود، چون همه اینا در راه یک حقیقت بالاتر فدا شد. ولی چی گذاشتیم؟ یه چیزی، یه گنجی، یه خزینه گذاشتیم که هم مرغوبه، نظیری هم واسش نیست. خوب دقت کن. آیا اصلا این قطعه ادبی قشنگیه. شما واسه بچه هات سعی کن میراث مرغوب لا اله الا الله بذاری، چون هر موقع که پول گذاشتی بعدش دعوا شد. دیدی که بعدش اختلاف پیش اومد. حالا میگه والا ما نه داریم نه میذاریم. گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم. چرا؟ چون ثروت عالم مادیاته. اگر اون گنجه که دنبالشیم ما نذاشتیم، چون فناپذیره. هر چیزی هم که فناپذیره قابل اعتنانی، مگر به اندازه ای که باید بهش توجه کرد. این ثروت عالم شامل همه چیزا، فقط پول نی. میتونه مقامت باشه، میتونه اسمت باشه، تمام این چیزایی که بهاءالله میگه باید ازش منقطع بشی. میتونه افکار غلط مادیت باشه. حالا اینجا دقت کن. قسم به خدا ایم الله در ثروت خوف مستور و خطر مکنون. شما اگر تو استاک مارکت، این اکثر شما بیلیونر میزنید اینجا که من دارم میبینم، شما شب که میخوابی، صبح که بلند بشی، اگه تو کالیفرنیایی 6:30 صبح خیلی خطرناکه، چون 6:30 صبح شما 9:30 نیویورکه و ثروت عالم رد و بدل میشه در یه جایی که ما بهش میگیم وال استریت. یه شبه میتونی با خاک یکی بشی. تمام اندوخته ها از بین میره. مگه ما نداشتیم؟ مگه ما کرش نداشتیم؟ نمیتونی هم کاری بکنی. واسه همینه که شما هر جا بری پولتو بذاری، میگه ببین من فقط میتونم ریسک رو کم کنم ولی هیچ چیزی رو گارانتی نمی کنم. ثروت عالم
چون مادیه، مادی هم فناپذیره، به صورت طبیعی از بین میره. حالا شما ببین بحران ایجاد بشه، ایگه خدا میتونه. این است که حضرت بهاءالله میفرمایند خطر توشه، ترسم توشه. والا من تو استاک مارکت بودم، هم خطرش رو احساس کردم، هم ترسش رو احساس کردم. بنابراین بایستی دنبال یه ثروت دیگه رفت. ولی اینجا جالبه که این پیامبر به دو تا پیغمبر قبلی که خودشه، بهاءالله، همون محمد رسول الله، میفرمایند نگاه کن اون چیزی که خداوند نازل کرد در قرآن. ای وای بر اون کسی که عیب جوه و بدگوه. چرا؟ این کسیه که مال جمع میکنه و میشماره همش. این آیه اه، قرآنیه و اه، سوره همزه، آیه سوره 104 قرآن، آیه 1 و 2. ولی جالبه که رسول الله ادامه هم میده این آیه رو. میگه این پولا رو جمع میکنه، فکر میکنه که به خاطر پولا جاودانه، ولی جاهله، نمیدونه. حالا حضرت بهاءالله ادامه میده. اینجا دقت میکنین چه وحدتی بین این پیامبرا هست. اینه که زبونتون رو خیلی مواظب باشینا، بلخص در این پرایوت پارتی های خودتون. وقتی اسم رسول الله میاد، همون احترامی رو قائل باشین که واسه میرزا حسین علی بهاءالله قائلین. چون اگر به یکیشون اهانت بکنید، به تمامشون اهانت کردین، و اگر آخری رو قبول بکنید، همشون رو قبول کردین. این انقدر ساده است که من خجالت میکشم اصلا اینو در حضور شما تکرار کنم. ولی کسی که به بهاءالله معتقده، کسی که کتاب ایقان رو خونده، هرگز بین پیامبران فرقی نمیذاره و اسیر این میدیا و سوشال میدیا و کسایی که ضد اسلامن و ضد محمدن نمیشه. اصول خودتون رو حفظ کنید، چون این اصول شماست که دیانت بهایی رو بلند میکنه. عبدالرای نباشید، یعنی بنده باد نباشین. امروز همه مخالف محمدن، شما هم برین مخالفت کنید. فردا اگه موافقن موافقت کنید. نه، اصولی برین. هر موقع خواستین حرفایی بزنید که مناسب نین، از خودتون بپرسین. چرا بهاءالله یه خط در میون با قرآن و حدیث و اینا محشوره؟ چرا؟ اون نمیدونه ما نباید در مورد محمد حرف بزنیم، محمد مال عربستانه؟ نه، اینا حبیب نادون. تو باید بفهمی محمد مال عربستان نی، محمد برای جمعی اهل عالمه. علت این که از عربستان ظهور کرد چون اونجا اخرب البلاد بود. همونطور که به کسی دیگه نگین. همونطور که علت این که سید علی محمد باب و میرزا حسین علی از ایران ظاهر شد، چون بنا به فرموده شوقی ربانی در ظهور عدل الهی، هیچ جایی اللحاظ عرفان، ادب، اخلاق، انسانیت پستر از اون گروهی نبود که این دو مظهر در بینش ظاهر شدن. اگرچه به ظاهر در اونجا ظاهر میشه، ولی پیامش جهانیه. علت این که این ادیان جهانی نمیشن، بنا به فرموده حضرت نقطه اولا در بیان فارسی، ضعف مسلمین بود، نه
قابلیت اسلام. ولی وقتی ما این حرفا رو میزنیم، مقصودمون اینه که به استمرارم معتقدیم. یعنی اینکه ما معتقدیم که هدف محمد آمدن نقطه اولا بود، هدف نقطه اولا آمدن بهاءالله بود و هدف از بهاءالله آن است که ما را آماده بکنه برای من یسره الله بعدی، که ما هم او را قبول بکنیم. حالا ثروت عالم وفایی نداره آنچه را فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد، لایق اعتنا نبوده و نیست مگر علی قدر معلوم. یعنی بابا همه این وسائط و وسائل به اندازه ای که لازمه بهش توجه کن. ببین، نمیگه منزوی شو، نمیگه مال دنیا ارزش نداره، ولی میگه ارزش نداره به نفسه، به خودی خودش، چون وسیله برای اینکه راحتی تو و دیگران رو فراهم بکنه، به عنوان وسیله بهش نگاه کن، نه به عنوان هدف. اگر به خاطر مال دنیا تا اختلاف با نزدیکانت داشته باشی، اون موقع تو در حقیقت دنیا پرستی، نه خدا پرست. خوب دقت کن. اینجاست که در دیانت بهایی انقطاع خیلی مهم میشه. انقطاع از دنیا. انقطاع از دنیا مقصود این نیست که نداشته باش، ماشین نداشته باش، پول نداشته باش. نه، انقطاع چقدر قشنگ میگه خودش: در دنیا باشید ولکن از آن دنیا مباشید. لوح دنیا. یا به قول کریشنا، میبرمت یه 3000 سال قبل، ببینی که این بهاءالله در طول زمان این حرفا رو زده. میفرمایند انقطاع یعنی این که به جای اینکه تو صاحب این مال و منال باشی، یه کاری نکنی این مال و منال صاحب تو بشه. ماشین اصلا بابا، شما فرض کن دقت کردی وقتی تو مرسدس میشینی اصلا یه حال و هوای دیگه داری، اصلا یه جور دیگه احساس میکنی. حالا ما مثلا چون با لادن دوستم شوخی میکنم باش، لادن رو مرسدسه، من بیچاره توی یه ماشینه مثل پژو قدیمیه، اصلا وقتی توش میشینم احساس بدی میکنم، اصلا از بغل این مرسدس رد نمیشم، اگرم میخوام رد شم یه طوری بشم لادنه ما رو نبینه. اینه میگن دنیا. دنیا این مرسدس نی، دنیا اون پژوه نی، دنیا اون قصره نی، دنیا اون خونه کوچیکه نی. این تعلقی که تو داری به اون، این دنیاست. اینی که تو، این حسی که به تو میده که این لباسی که میپوشی هر چقدر قشنگتر باشه، تو در حقیقت یه فخر بیشتری میکنی. این دنیاست. ولی در این حال دنبال زیبایی برو، دنبال راحتی برو، ولی نزا که راحتی باعث بشه که تو خودت رو هم گم بکنی، به اصل خودت توجه نکنی و از همه مهمتر باعث برتری و بهتری بین تو و یه انسان دیگه بشه. یادت نره شما افراد رو به ظاهر نبایستی قضاوت کنی. ببینین، من داستانهای زیادی دارم که به شما بگم، ولی من بیشتر میخوام تمرکز کنم. ولی یک داستانی که بنده بارها و بارها در عرض اقدس شنیدم و داستان منسوب به حضرت حرم شوقی ربانی است، که تعریف میکند روی خانم که ما یک بار یه مهمونی حضرت شوقی افندی گوهر یکتا آیت الله فی البها
به نص حضرت عبدالبها در الواح وصایا، ایشون گفت من یه مهمونی میخوام ترتیب بدم و هی هم به من میگفت که من یه مهمون خاصی دارم حواست باشه این مهمون خاص با حرمت ازش پذیرایی بشه. خب ایشون حضرت حرم میفرمان باشه، پس دیگه این گدامده ها که میان در خونه رو میزنن، اینا حالا خدا کنه نیان یه دفعه. شوقی افندی میفرماین نه این فرد خیلی محترمه، خیلی محترمه. شوقی افندی میره یه استراحتی بکنه، لادن خانم رفته یه نپی بگیره تا اینکه مهمونا میان و قشنگ خوشحال و سرحال. اینا میان و میان یک دفعه ببینه روی خانم، میبینه یکی در میزنه، یه انسان قد کوتوله‌ای میاد و این دستش هم کشه و یه مقدار هم لکنت زبان داره و این پلا خودش یک دفعه خب اروپایی کانادایی یا آمریکایی یک دفعه میگه بابا شوقی افندی دیگه چرا اینو دعوت کرده، قرار بود که آدم. بعد ایشون اون مهمان فرمایند من حضرت شوقی، میدونید که حضرت ولی امرالله دوست بودن، برادر بودن، اصلا امضاها برادر شماست. شوقی شوق داشته، کاری نداریم. داستان رو میخوام ختمش کنم که شما به اصلش پی ببرید. یک دفعه شوقی ربانی میاد و میبینه که این مهمان جلیلشون گوشه نشسته، میره و بغلش میکنه و میبوستشو. حالا من بر میگردم به روی خانم که تعریف میکنه، میگه اون شب یکی از بهترین شبهایی بود که شوقی داشت. تمام شب میگفت، میخندید، مشورت میکرد، ولی اگه به ظاهر نگاه میکردی اللحاظ جسمانی علیل بود، اللحاظ لباس، اون لباسی که انتظار مهمانی بورلی هیلزی داری نداشت. اینا چی نشون میده؟ نشون میده که شوقی افندی به اصالت انسانها معتقد بود، فخر انسانها رو در کمالشون میدونست، نه در ثروت و مالشون. حضرت بهاءالله لوح حکما. خب اگه دقت کنید، ثروت عالم رو وفایی نه، ولی به قدر معلوم داشته باش که محتاج دیگری نشی. ولی در این حال اگر غنی هستی یادت نره بزرگترین ثروت تو اون کسانی هستند که محتاجن، که شب نمیتونن بخوابن. اونها در حقیقت ودیعه هایی هستند که بهاءالله در دست شما گذاشته. چقدر لوح من دارم از بهاءالله که میگویند شبی اگر بخوابی در حالی که آگاهی که یک فرد دیگه ای رو که میشناسی از نداشتن نمیتونه بخوابه، در حضور مشهود در یوم موعود شما مسئولی. فقرا امانت منن در میان شما. ثروت مهمه ولی امتحانه، و این رو هم بهاءالله تأکید میکنه در خیلی از الواحش که ثروت وسیله امتحانه، طلا وسیله امتحانه. ارزش‌های معنوی شما توسط این مسائل مادی ارزشیابی میشه در نزد خدا. بنابراین
فقری رو که ما میخوایم که با قنا یکیه، فقر از ما سوی الله، و قنایی که ما میخوایم قناع بالله. یعنی هر چیزی که الهی است، الهی، ای کسی در این مجمع هست که با خدا و اینا میانه ای نداره، من کاری به اون خدایی که تو آسمون هاست ندارم. من دارم در مورد خدا به عنوان مصدر کل خیر نگاه میکنم. خدا یعنی خیر عمومی، خدا یعنی آنچه که اسباب آسایش و آرامش جهانی است. حالا شما میخوای بهش بگی خدا، بهش بگو طبیعت، اونا همه رو من به عهده شما میذارم. پس بنابراین بهاءالله در این دو سه عبارت نمیگه دنیا بده، نمیگه به دنیا بچسب، میگه بدون وسیله است، هدف نی. هر موقع هدف شد و انسانها وسیله شدن و تو عبدش شدی، اون موقع است که باید نگران باشی. دوستان عزیزم، یادتون نره آسایش به مسائل مادی حاصل نمیشه. آسایش به امنیت روانی حاصل میشه. و تا اونجایی که من فهمیدم در عرض این 20 سال که سایکوتراپی میکنم، در روابط انسانی، اکثر اختلالاتی که ما داریم، اختلالات روانی، به خاطر ترسایی که داریم. ترسامون به خاطر روابطیه که میترسیم از دست بدیم. روابط اگر سالم باشه، اگر بر اساس حقیقت و واقعیت باشه، بر اساس حرمت باشه، اون بزرگترین ثروته. انسان محتاج به رابطه است، رابطه ای که سالمه، پویاست، مثمر و ثمره، و اون ثروت حقیقیه، نه اصول مادی. من کسایی رو افتخار دارم خدمت کنم بهشون که میاد پلوی من هر هفته، اگر 7 روزه، هر روز یک لباس میپوشه که با یه ماشین جدیدش بخونه، با رنگ کرواتش بخونه. ولی وقتی میاد میگه حبیب، من خوشحال نیستم. چون همه متوجه میشن الان خوشحالی رو مادیات بهت نمیده. خوشحالی یه امر روانی روحانیه. و بنابراین بهاءالله در اینجا داره یک مسئله روانی پایه‌ای روحانی رو عرضه میکنه، بدون اینکه بهت بگه از مال دنیا دست بکش و برو منزوی بشو. و اصلا بهاءالله به این چیزا معتقد نیست. بهاءالله میگه تو عالم باش ولی از آن عالم نباش. خوب دقت کن. مقصود این مظلوم، عجب قشنگه، این توجه کنید، مقصود این مظلوم از حمل شدائد و بلایا و انزال آیات و اظهار بینات، اخماد نار زغینه و بغضا بوده که شاید آفاق افعده اهل عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز. این رو توضیح میدم و بعد جلسه رو ختم میکنم. مظلوم جالبه. چرا مظلوم؟ مظلوم یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ترجمه به انگلیسی هست wronged one، یعنی کسی که بدون اینکه کار خلافی بکنه، هدف بدی داشته باشه، به عنوان یک کسی که بدکاره شناخته شده، رانگ شناخته شده. مظلوم مقصود نیست که شما قلدری، اونم قلدرتره، اون میزنه شما رو داغون میکنه، بعد شما بری بگی من مظلوم بودم. نه،
مظلوم کسیه که از حق و راستی در هیچ زمینه‌ای منحرف نمیشه، حاضره همه جور بلایا رو تحمل کنه، ولی اصول خودش رو از بین نمیبره. این خیلی مهمه. نمیگه تو باعث شدی من این کارو بکنم. ببین من آدم خوبی بودم ولی انقدر این لادم منو به جوش آورد، من یک دفعه یه چیز ناجوری برگشتم گفتم، و حالا میگه نه بابا حبیب جون، حالا اگه نمیخوای بری سایکولوژیست نرو، ولی لادنه مقصر نی. لادنه فقط یه فضایی رو باز کرد که اون واقعیت های درونی تو هم جلوه کنه. دقت کردی بعض موقع یه نفر رو میبینید یه کارایی میکنه، بعد محوشه به لادنه میگه من تا حالا اینطوری ندیده بودم این رو، این که همیشه خوب بود، این چرا یه دفعه پرید، چرا مثل ترقه شد؟ و حالا جوابشو داره میگه در وجود انسان میل به بدی همیشه وجود داره. حضرت عبدالبها تا جایی پیش میره که این فرمان اگه به حال خودش بذاری بد میشه، ظالم میشه، بیعدالتی میکنه، مگر اینکه اراده قوی داشته باشه، مگر اینکه فکر عالم بینی داشته باشه و کنترل کنه. این است که میگوین قبل از اینکه حرف بزنی فکر کن، قبل از اینکه فکر کنی از خودت بپرس اصول فکرت چیه، نیتت چیه، هدفت چیه. مظلومه، از هر نظر بگیری مظلومه. محمد مظلوم بود، اگه نبود که نمیگفت که خدایا نخواستم. اصلا محمد به خدا میگه میدونی چیه برادر، نخواستم. خدا بهش میگه در قرآن چی نخواستم، میگه الکیه. تو فقط یه دو تا راه داری، یه سوراخی بکن، یا برو توش یه گودالی یه چایی بکن، یا یه نوردبون بزن بودو بودو بیا بالا. ولی چاره اصلی اینه که اینا رو باید هدایت کنی. تا جایی که محمد میگه هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد، ماوزی تو نبی به مثل ماوزی. شما دقت کنید به نقطه اولا، نگاه کنید به عیسی، عیسی مسیح. اصلا در انجیل ای خدا چرا منو فراموشم کردی، من که پسر تو هم، من که در راه تو زجر کشیدم. خوب دقت کن. ولی بهاءالله میگه هر چقدر بلوغ پیش بره، هر چقدر فهم پیش بره، هر چقدر درک پیش بره، شما حتی این شکبرم نمیکنه دیگه. اه، پس چرا محمد کرد؟ چرا عیسی کرد؟ میخواست نشون بده که لحاظ جسمانی اینم بشره، زجر میبینه، صدمه میکشه، ولی این صدمه و زجرش دلیل بر این نمیشه که زجر بده، صدمه بزنه. این خیلی مهمه. اینه که شما اگه میخوای زندگی راحتی داشته باشی مظلوم باش. عجزی هم نمیتونه مظلوم باشه مظلوم کسی که اصول خوب بدونه، عرفان خوبی داشته باشه، اهداف رو بتونه بفهمه، عاقل باشه، عارف باشه، انسان باشه، ولی مقابله به مثل نکنه. شنیدی میگن، شما اکثرا باهایی هستین، زهر دهن شهد دهید. ای بابا، آقای کسی مهوش خانم راستشو بگو، شما اگه حبیب یه چیز ناجوری بگه به چایی دعوتش میکنی؟ والا به خدا نمیکنی. حالا ولی این لادن الان یه مدتیه نه آبگوشتی نه چایی نه هیچی ما رو دعوت نمیکنه. ولی دقت کنید، اگر عارف باشه
میگه علت این که حبیب یا حسن یا حسین تعریف نمیکنم چون معذوراتی اینا دارن، اینا رو نمیخوام بگم بیان. ببین این یه دلیله. دلیل دوم این اصلا من از این حبیب خوشم نمیاد، چون از روز اول که دیدمش مو داشت، حالا اصلا مو نداره، اصلا یه جوریه، این یه جوری حساب. ببینین مظلوم اونه که شما ساده لوحی نکنی، مقابله به مثل نکنی، اصولی رفتار کنی، زهر دهن شه دهید. منظور این نیست که تو سری خور باش، منظور این نیست که بذار مردم بهت ظلم کنن. اگر ظلم میکنن، مظلوم اون کسیه که با مسائل عدل میره جلو، با مسائل انصاف میره جلو و سعی میکنه توسط اصول قانونی الهی مسائل رو حل کنه. این خیلی مهمه. مظلوم و ظالم فرقشون رو باید متوجه بشید. ظالم کسیه که در حقیقت سعی میکنه همه چیز رو برای خودش بخواد. مظلوم کسیه که لذت خودش رو در لذت جهانی میبینه، عشق خودش رو عشق جهانی میدونه. الان بالانتاینز هم داره میاد، یعنی جهان رو میخواد پر از عشق بکنه و اگر جهان پر از عشق باشه اونم پر از عشقه. واسه همینه که شما دقت کن، 20,000 تا شهید، اصلا 20,000 تا هم بذار کنار، شما از 1979 نگاه کن. ببینین من محشور بودم با کسانی مثل دکتر داوودی، کسانی مثل بدیع الله فرید. اینها روح مجسم بودن. بدیع الله فرید عارف بود، میدونست چه خبره. من عدالتشم دیدم موقعی که در اداره آموزش و پرورش خدمت میکرد. من علی مراد داوودی رو در قسمت دانشگاهی زیارتش کردم. عدالت داره، شفقت داره، انصاف داره، ولی نمیذاره اعمال و رفتار احدی باعث بشه که این اصالت خودش رو از دست بده. به همین دلیله که اصالت ما باید بر اساس موازین باشه. اون موقع مظلومی. اونجاست که بعد عبدالبها عباس به یک فردی که مظلوم بوده میگه این شاید وضعیت تو به مو برسه ولی پاره نمیشه. تو در مسیر درست همیشه قدم بردار. یه نکته دیگه ای هم که در مورد مظلوم باید بدونید آن است که هیچ کسی در عالم به اندازه اینا ظلم ندیده. اینا چون خودشون انتخاب نکردن. یادتون نره محمد، علی محمد، میرزا حسین علی خودش انتخاب نکرده که بتونه مظهر امر بشه. این منتخبه، ولی خودش انتخاب داره که چگونه عکس العمل نشون بده. عکس العمل بهاءالله همیشه شرافت بوده. شما نمونه های زیادی دارین که اینو بتونین بفهمید. کسانی مثل شیخ محمد تقی نجفی که چقدر بهاءالله رو زجر میده، ولی بهاءالله میگه یه ای عالم ربانی، بیا تو میتونی خدمت کنی. ببینین مظلوم اونه که در هر واقعی سعی میکنه وضعیت رو بهتر کنه. کسی که غیبت بکنه مظلوم نی، کسی که بدگویی بکنه مظلوم نی، کسی که تهمت بزنه مظلوم نی. ولی اگر به بهاءالله تهمت زدن که خیلی تهمت ها بهش زدن، سعی نکرده بدگویی کنه، بلکه اومده حقایق رو مکشوف کرده، چون معتقده به اون چیزی که
قبل از محمد به مردم گفت ای عیسی، چرا اینا اینقدر تو را اذیت میکنن؟ عیسی جواب میده به خاطر اینکه نادانن. اگر دانا بشن میبینن که من هدفم غیر از خدمت چیز دیگری نی. ولی اینجا رو دقت کن، من همه این مظلومیت ها رو کشیدم، تمام این شدائد، بلایا، شدت ها رو کشیدم. از اونم بالاتر این آیاتی که نازل کرده، این چیزهایی که به عرصه ظهور آوردم، همش یه هدف داشت. آقا این چه وصیت نامه عمیقیه! همش برای این بود که آتیش زغینه، بغضا، دوگانگی، کینه رو من خاموش کنم. آقا شما نمیدونی این حرف چقدر جدیه واسه این پیغمبر. یه جایی در لوح درویش محمد میفرمایند وقتی من شب میخوابم، وقتی متوجه میشم 2 نفر از دوستان من با هم اختلاف دارن، من درست نمیتونم بخوابم. جای دیگه وقتی انقدر ناراحت میشه، به یه انسانایی مثل حبیب خطاب میکنه، میگه ای پس فطرتان، اگر مقصود از ظهور این اعمال سخیفه باطله بود، ظهورم را چه کار؟ ببین همینه میگه، ظهور من برای آشتیه، ظهور من برای صلح، ظهور من برای اتفاقه. شما چطوری میتونی ای کسی که علم بهاءالله رو بلند میکنه تعصب نژادی داشته باشی، تعصب جنسی داشته باشی، عرب و عجم بکنی، ایرانی ها بهتر از عربان؟ نه، بهاءالله معتقده که اهل عالم جمیعا مستحقن که نور یگانگی رو تجربه کنن. ببین آقا این اصلا هدف اساسیش چی بوده؟ این هدف اساسیش این بوده که این انسان فرد رو انقدر عزیز بکنه که کینه نداشته باشه، بغض نداشته باشه. چون شما میدونی وقتی کینه و بغض داری، حسد داری، به خاطر اینکه خودت از خودت ناراحتی. من نمیخوام اینجا بحث روانشناسی رو راه بندازم. کمبینیه که باعث میشه این کارا رو بکنیم، کمبینیه که باعث خودبینی میشه. کمبینی موقعیه که ما خودمون رو، اعتماد به نفسمون رو درست نشناختیم و نداریم. اگر ما اعتماد به نفس داشته باشیم، اصلا کینه‌ای وجود نداره. ما اگر همه رو به عنوان برادر و خواهر و مادر و دختر و پدر و پسر خودمون بدونیم، چه اشکالی پیدا میشه؟ حضرت عبدالبها، میخوای زقینه و بغضا از بین بره؟ هر کسی از مسیرت عبور میکنه، یا مثل مادرت فرضش کن، یا مثل بچت فرضش کن، یا ما، یا خواهرت، یا برادرت، مستقل از اینکه نژادش چیه، رنگش چیه، ثروتش چیه، دینش چیه. دقت کن، بعضی ها میگویند این موسوی است، آن عیسوی است، او فرقانی است، او بهایی است. عبدالبها، ما همه انسانیم. دقت کنید، این هاست. ما هر چقدر انسانیتمون بیشتر بشه، مظلومیت رو بهتر تجربه میکنیم. هر چقدر انسانیتمون جهانی تر باشه، انقطاعمون بیشتر میشه، ترس هامون کمتر میشه، چون تنها دیگه نیستی.
ثروتهای عالم در قلبته و تو همیشه متوجهی که چرا این آیات نازل شده. اصلا میری زیارت، اینو در نظر بگیر که مقصود از این فردی که جان خودش رو از دست داد این بود. ولی آیا من با خانواده خودم متحدم؟ آیا با دوستان خودم متحدم؟ اگر نیستم چجوری من میتونم اسم بها رو روی خودم بذارم؟ بها، اسمی که میرزا حسین علی نوری عبدالعبیدش بوده. بها نور، بهای خدا، جمال خدا، کمال خدا. نمیگه در خود آثارش طوری با هم رفتار کنید که وقتی هم دیگر رو میبینید یا جمال ببینید یا کمال ببینید، صفات خدا رو ببینید. اون موقع میبینید زقینه ای نی، بغضایی نی، تفاوت های طبیعی وجود داره. همه ما گلیم، رنگ های مختلف هست. دقت کن، اگه خوب دقت هم بکنی خطابش بهایی ها نیست، مخصوصا دوستانی که بهایی نیستن در این جلسه دقت کنید. من پیشنهاد میکنم به شما عزیزانی که بهایی نیستین که این ویدیو رو گوش میدین، شما این لوح رو وردارین و بخونید و ببینید آیا بهاءالله در اینجا خطاب میکنه به بهایی ها یا خطاب میکنه به اهل عالم. آیا بهاءالله در اینجا میخواد یک قومی رو درست کنه یا میخواد دوستها رو بیشتر کنه؟ این مهمه. بعد بذار من اینجا پیش برم و از افق لوح الهی نیر این بیان لائح و مشرق باید کل به آن ناظر باشند. این به یه عبارت یعنی هر چیزی که ما تو این الواح، تو این آثار ما نازل کردیم، هدفمون غیر از این بیان چیز دیگری نیست. کل به آن ناظر باشند، همه باید بهش توجه کنند. همینجا من وامیستم. اگر عمری نماند و خواستین دنباله اینا رو بگیریم، من میخوام یه مقدار به شما مأخذ بدم که چقدر این لوح میتونه با الواح دیگه پیش بره. یکی از الواح لوح ارز باز با مخفف بیروته، در مقام عبدالبها عباسه چون متعلق به کاوننته. لوح دومی که به ذهنم اومد سوره غصنه. دوباره این لوحیه تبلت آف برنج، این لوحیه که اگه بخونین میتونید جواب خیلی از کسانی که نقض عهد کردن رو بدین. سومین لوح لوح افنانی. لوح افنانی یک لوح اساسیه که در اونجا ذکر میکنه که این کسانی که با خون به من نسبت دارن اونا جزئی از من نیستن. کسانی به من نسبت دارن که روحن و فکرن به من مرتبطن. این خیلی جالب میشه چون وقتی که ما میبینیم که چرا برادر حضرت عبدالبها رو حضرت عبدالبها حذف میکنن از خلافت، این الواح خیلی مهم میشه که درک بکنیم. یه منبع دیگه الواح وصایاست ببخشید، که کمک میکنه این لوح رو بهتر بفهمیم. حضرت عبدالبها یه لوح دیگه ای که بی اندازه کمک میکنه، دو لوح 1000 بیتیه. یکی به افتخار جلیل خوییه، یکی به افتخار ابوالفضائل گلپایگانیه، چون در مورد موضوعیه که در این لوحه، در مورد عبارتیه که در این لوحه. و شما بایستی بدانید
چگونه حضرت عبدالبها با استناد به الواح جواب این افراد رو میدادن. لوح دیگری که بی اندازه مهمه لوح ملاح القدسه. لوح ملاح القدس که هم به زبان عربی نازل شده هم به زبان فارسی. و کتاب اقدس آیات 37 38 42 بی اندازه کمک میکنه بحث وصایت رو انسان بتونه متوجه بشه. دیگری لوح اشراقاته که در مورد اسمت کبرا و اسمت موهوبی و شرایط این که یک نفر که اسمت موهوبی داره آیا میتونه پایدار باشه یا خیر خیلی مهمه. چرا اینا مهمه؟ چون باید شما دلیل قانع و واضح و منطقی داشته باشی که میرزا محمد علی رو حذف کنی بعد از عبدالبها، چون در این لوح میفرمایند بعد از عبدالبها میرزا محمد علی جانشینه. این الوا کمک میکنه. لوح دیگه لوح فتنه است. لوح فتنه بی اندازه مهمه. به انگلیسی اگر واقعا دوست دارین این مسائل رو خوب بفهمیم، دو تا اثر رو من به شما معرفی میکنم توسط دوست عزیز استادم و واقعا زحمتکش جناب ادیب طاهرزاده، Covenant of Baha'u'llah و Child of Covenant. این دوتا کتاب اصولیه. اگر بیشتر میخواین در مورد این قضایای این لوح بدونین، شما ولد و اعراب بهاءالله شوقی افندی بالاخص دوره بهایی رو در نظر بگیرید. حالا من به تدریج اینا رو به شما معرفی میکنم. ببخشید از تکویل کلام. اختیار دارید. خیلی خیلی ممنون جناب ریاضتی، خیلی ممنون و سپاس. عزیزان اگر سوالی دارن میتونن دست الکترونیکشون رو بلند کنن، در خدمتشون هستیم. بله جناب آقای نعیمی بفرمایید. الله دوستان، الله جناب ریاضتی، خسته نباشید. جانم. بسیار بسیار قابل تصور. و من یه سوال داشتم از اون قسمت اول صحبت‌های شما که فرمودین بین حضرت بهاءالله و حضرت اعلی یه مراوداتی بوده برای وصایت ازل و تصمیم گرفته و فرمودین اسرارآثار جلد 7 اگه اشتباه نکنم و گفتین جاهای دیگه هم هست. اگه حضور ذهن دارین میشه لطف بفرمایید یا سعید جان، در عرض کردم در مائده آسمان ماعده جلد 7 و همچنین عرض کردم لوح سراج. بله. و من حالا در طول این برنامه این لوح من این عبارات رو سعی میکنم بیارم بخونم که شما چگونه این رو میتونین حلاجی کنید، چون سوالای زیادی پیش میاد که اگر باب و بها دقیقا میدونستن که عاقبت یحیی ازل چطوره، چطوری ایشون رو انتخاب کردن. بعد به اینجا ختم میشه که این انتخاب موقتی بوده. یک. دوم این که ابدا هیچ کاری رو هیچ فردی در دنیای کنونی نمیتونسته بکنه که به ضرر امر تموم بشه، همونطور که در لوح فتنه در صحیفه شتیه اینا رو شما بهش میرسید. به انگلیسی سعید جان Covenant of بهاءالله ادیب بی اندازه کمک میکنه و Child of Covenant. خیلی ممنون. قربان شما. بفرمایید آقای قدرشناس. ممنونم، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم جناب ریاضتی، خسته نباشید. من سوالی که از شما داشتم ممکنه مربوط به صحبت امشب شما نباشه، ولی به طور کلی
با در نظر گرفتن سیاسیونی که در عالم روی کار دارن میان، به نظر شما و با مراجعه به آثار مبارکه آیا فکر میکنید که مثلا آمدن افرادی مثل هیتلر، موسولینی، فرانکو، استالین در عالم، آیا امکان داشت که مردم به افراد دیگری رأی میدادند و ما مثلا با هیتلر مواجه نمی شدیم؟ آیا خود این افرادی که سر کار آمدن به نظر شما از جنبه اختیاری که مردم عالم دارند، آیا بازگوی این نیست که ما در انجام اون چیزی که برای ما پیش میاد خودمون واقعا مختار هستیم و نه مجبور؟ ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید. بله، ممنونم دلاور جان از این سوال حقیقتا پویا و پخته. میدانید دو حرکت وجود داره. یکی حرکت طبیعی عالمه که به هم پیوسته است. آنچه که 10 سال قبل واقع شده تأثیر میذاره در حال حاضر، و آن چیزی که حال حاضر واقع میشه تأثیر میذاره در آینده نزدیک. پس این یه اصل کلیه. ولی شما یک چیزی که خودتون جواب دادین این است که این امرا و این علما منتخب مردمن، نه ما. خودشون که نمیان انتخاب بشن. پس اگر مردم آگاه باشن، فرهیخته باشن، منقطع باشن، اگر به این بیاناتی رو که حضرت بهاءالله توجه ما رو بهش جلب کردن که بغضتو بذار کنار، کینتو بذار کنار، خودخواهیتو بذار کنار و از این تعصبات قومی نژادی بیا بیرون، فقط به فکر خودت نباش، به فکر همگان باش، و وقتی هم انتخاب میکنی اصول اخلاقی، قانون مداری، انسانی رو در نظر بگیر. آیا دلاور جان انتخاب عوض نمیشه؟ شما دقت کنید، من یه بیانی میخونم از جمال اقدس ها. اگر به ظاهر بنگری حضرات علما سبب اغفال عبادن. خب این چیزیه که همه مردم میگن، علما اینا کردن، اینا باید برن، اینا باید برن. ولی خب دقت کن بهاءالله چجوری میبینه. اینا نبوغیه که یه بهایی باید داشته باشه وقتی آثار بهاءالله رو میخونه. اگر به ظاهر بنگری حضرات علما سبب اغفال عبادن، ولکن اگر فی الحقیقه ناظر باشی این عباد است که سبب غفلت علما گشته است. شما اگه این رو دقیقا در نظر بگیری، آیا ایران نازنینمون رو نگاه کن، امریکا رو نگاه کن. این دو تا کشوریه که آثار باهایی خیلی مورد خطاب قرارشون میده. بلخص بنده دیشب در بحث در مورد حضرت شوقی ربانی اشاره کردم که چرا ایران انقدر مهمه، مهد امرالله است، چرا امریکا مهد نظم بهاءالله است. چرا؟ به خاطر کراب بودنشون، به خاطر ضد انسانی بودنشون، به خاطر خودخواهی های خودشون رو. خب حالا اگر روشنگرایی زیاد بشه، خردگرایی زیاد بشه، شما وقتی که دارین رأی میدین به فکر منافع شخصی و قومی و دینی خودتون نباشین، بلکه به فکر عالم باشید. به فکر این باشین که خب من این فردی رو که انتخاب میکنم، مستقل از اینکه دموکرات، ریپابلیکن، آخونده، کرواتی، مهندس، دکتره، یا خصائلی رو که من بهش معتقدم، مثل عالم بینی، مثل عشق جهانی در این هست.
پس بله 100%. اگه جامعه فرهیخته بشه انتخابای بهتری رو میکنه. ما میخوایم خودمون رو بکشیم که بگیم این درست نی. من در رادیو و تلویزیون با افراد مختلف حرف میزنم، همه الان به این معتقدن. اشکال شاه و آخون نی، اشکال اون کسانیه که آخون پرست و شاه پرستن. حقیقت پرستی، جهان بینی، عشق واقعی باید در قلوب مردم باشه. شما داری میگی که این عمرا مثل موسولینی، مثل هیتلر، آیا اگه ما به جای اینها آدمایی مثل گاندی رو تربیت میکردیم، آدمایی مثل آلبرت اینشتین رو تربیت میکردیم، آدمایی مثل برتراند راسل رو تربیت میکردیم، آیا جهان بهتری نبود؟ ولی شما از خودت سوال کن و یقینا بهش میرسی. آیا ما واقعا حتی بین باهایی ها واقعا ما دنیا رو میفهمیم؟ ما الواح رو میفهمیم؟ ما جامعه شناسی میدونیم؟ ما روان شناسی میدونیم؟ ما علم سیاست رو میدونیم؟ یا فقط گوشه خونمون نشستیم، یه دوتا درس اخلاق رفتیم، دوتا کتاب نصفه خوندیم و بعد دیگه کاری به اینا نداریم؟ اصلا در دنیا باشید ولکن از آن دنیا مباشید رو نمیفهمیم یعنی چی. پس اگه دقت کنید، بله، هر چقدر جامعه فرهیخته بشه، تشکیلات مذهبیش، تشکیلات مدنیش مسئولیت دارتر میشه. شما دقت کنید، قدرت در دست مردمه، قدرت در دست یک گروه خاص نی. شما دقت کن، خود بهاءالله در لوح سلمان از جمله علامات بلوغ عالم رو این میدونه که سلطنت بماند به احدی اقبال نکند. چرا؟ میفرمایند چون کسی باید بیاد که خادمه. هدف قدرت وسیله خدمت، قدرت وسیله کنترل نیست، وسیله کشورگشایی نی، وسیله ریل استیت اکسپنشن نی. هر کاری که ما میکنیم چه در ایران چه در امریکا باید بپرسیم اخلاقیه، انسانیه، قانونیه، جهانیه؟ اگر نیست نباید دنبالش بریم. این است که من حالا دارم بیراهه میرم. دلاور داره بیت العهد بزرگترین منبع و منشأ هدایت اداری بهایی ها، التماس میکنه بهشون برین گفتمان داشته باشیم با مردم، بریم با مردم حرف بزنید، ازشون یاد بگیرین، فقط فکر نکنید جوابا رو دارید. تا مردم هوشیار بشن، عاشق بشن، دنبالش برن، هر چقدر فرهیخته تر بشن یه سوشال کانترکت خوبی ایجاد میشه. به قول ژان ژاک روسو، اون موقع آزادی حقیقی که آزادی جهانیه برای همه در ظل ضوابط ایجاد میشه و ما آدمای مناسب تری رو انتخاب خواهیم کرد. امیدوارم کمکی کرده باشم. بسیار دلاور ممنون. خیلی خیلی لطف کردید واقعا. فدای شما. شفای عاجلم حاصل بشه قربان. قربان شما. فدای شما. خیلی ممنون. بفرمایید فرید خانم، شما بفرمایید. با تقدیم الله با تشکر. من سوالم خیلی خصوصیه، نمیدونم مربوط به این جمع میشه یا نه، ولی چون شما صحبت فرمودین که در مورد اینکه حضرت بحالا فرمودن اگر همسایه شما گرسنه است و شما نمیتونید سر راحت به بالین بذارین،
در این مورد من در ایران که بودم همسایه‌ای داشتم که مرتب من به این کمک میکردم. اون مسلمون بود، من بهایی بودم، ولی هیچ وقت نمیگفتم که این کمک از طرف منه، تا اینکه این خانوم همسایه دیگه‌مون اونو تحریک کرد و این منو به شدت کتک زد و حرفای نامربوط به دیانت من زد و منو نجس و کثیف و از اینجور چیزا. و بعد اون موقع بود که من بهش گفتم این کمک ها رو من به تو کردم که تو همش میگفتی همسایه های مسلمون میکنن، اینا از کمک های من بود. بعد این خیلی شرمنده شد، اومد از من به اصطلاح معذرت خواست. حالا که من اومدم به امریکا، این شماره تلفن منو پیدا کرده و مرتب اینجا زنگ میزنه و از من کمک میخواد. من 2 بار به این کمک جانانه کردم، ولی این دست بردار نیست، مرتب به من زنگ میزنه. آیا من وظیفه دارم از اینجا به اون کمک کنم؟ اگر والا نکنم حضرت بحالا از من ناراضی میشن. ببین، شما یه کار میکنید که من این صدایی هم که دارم به حالا خفم کنه که دیگه اینم نداشت. ببینید خواهر بزرگوار من، فریده خانم، مسائل شخصیه رو شما، وجدانتان، نیتتون بزرگترین نهادی شماست. این یک مطلب. مطلب دوم آن که شما وقتی به من کمک میکنی، 2 نوع کمک میتونی بکنی. من رو میتونی ذلیل نگه داری، علیل نگه داری، فقیر نگه داری، یا اینکه به من کمک بکنی، به من یاری بدی که من روی پای خودم واسم و به دیگری هم کمک بکنم. اگر من عادتم بشه که هر موقع که کاسه کوزم به هم خورد به فرید خانم زنگ بزنم، این خودش میتونه یه اشکال کلی باشه. من قضاوت نمی کنم چون هیچ چیزی رو نمیدونم و هیچ راهنمایی هم به شما نمی کنم مگر اصولی، چون مسائل شخصیه، مخصوصا چون من تراپیستم، وقتی گوش میدم دارم به یه نفر گوش میدم، در مورد اون طرف مقابل چی نمیدونم، ولی کلی میتونم به شما بگم شما باید حد قائل باشی. همه کمک ها مالی نی. شما میتونی عشق و محبت به یه نفر نشون بدی، باهاش صحبت کنی، فکرش رو صحیح بکنی، قوی ترش بکنی در اینکه اعتماد به نفس پیدا بکنه، یه مقدار انقطاعش رو ببری بالا. این است که فرد به فرد فرق میکنه. این چیزی که بنده از حضرت بهاءالله زیارت کردم این است که میخواد به من مایندفولنس یاد بده. اگه پولی دارم، اگر فقط به فکر خودم هستم، اگر به فکر دیگران نیستم، بگه حبیب تو یه انسانی و این انسانیت تو اقتضاش اینه که به جمیع اهل عالم اعانت بدی. ولی خود بهاءالله میگه اعانت باید از طریق یه سیستم هایی باشه که این فرد رو وابسته و ضعیف نکنه، باعث یه طوری باشه که این فرد یه کمک که بهش میکنی دفعه بعد یه بینش بیشتری واسه ایجاد شده باشه. بنابراین فرید خانم، من شخصا نمیتونم بگم شما چی کار بکن نکن، ولی پیشنهادم به عنوان یک روان درمانگر اینه که فکرشم کمک کن، روحشم تقویت کن، فقط جسمش نی. و شما یادت باشه کمک مالی به یه نفر کردن ضرورتا کمک نیست. یعنی اگر اون طرف از لحاظای دیگه کفایت پیدا نکنه، شما شاید او رو داری وابسته میکنی، او رو حقیرتر میکنی،
ذلیلتر میکنی، لحاظ روانی، لحاظ فکری اون رو فقیرتر میکنی. ببخشید.